دیده میشن. یه توپ بلند به زمین تیم ایران فرستاده میشه. اونجا توپ رو به بیرون میزنن و پرتاب برای بحرینی هاست. در بازی های رو در رو تیم ایران 6 بار برده، 3 بار مساوی شده بازی های دو تیم و 4 بار هم بحرینی ها بازی رو بردن. در میانه میدان اندو تیموریان، یه پاس به عمق که نمیرسه به میلاد میدابودی. یه بار دیگه خود تیموریان از راه میرسه، همچنان داره توپ رو جلو میبره. اونجا یک برخورد و خطا. بله، کارت قرمز، یک کارت قرمز مستقیم در شروع مسابقه و این میتونه خیلی امیدبخش باشه برای تیم ملی فوتبال کشورمون در همین شروع مسابقه. به خاطر این تکل بعد رشید از داور مسابقه کارت قرمز مستقیم میگیره و حالا تیم بحرین باید 89 دقیقه 10 نفره بازی بکنه. چقدر عصبانی بازیکن اخراج شده تیم بحرین که باورش برای خودش سخت. بله، خیلی بد زد و کارت قرمز مستقیم جریمه این خطاست و حالا رشید از زمین بازی اخراج میشه. سعی میکنن او رو آروم بکنن. به هر حال جو ورزشگاه آزادی تاثیرگذار بود در این شروع خوب تیم ایران. یک حمله برق‌آسا رو داشتیم پایه‌ریزی میکردیم که این اتفاق افتاد. پیدا بکنه و ببینیم که یاران ما در مقابل